برای هر یکی ما خودمان ردکسیا افتخار و شرف میباشد. باباجان غفورов سراول در روزنامه قزل تاجیکستان به حیث روزنامه‌نگار سپس همچون جانشین سرمحریر از سال 1940 تا 1942 سرمحریر این روزنامه فعالیت کرده است. مکتوب‌های مثلا شکایتی هم بسیار میاد. مثلا مخبران میرد و میخورد، صحبت میکند، مواد تیار میکند.